سلام عرض کردیم. بنده موشکاف این چند شبه یه گزارشی از کلکسیون سیلی‌های نواخته شده به بناگوش آخوندا ارائه کردم خدمتتون. حالا امشب میخوام از کپگرگی بگم که کوسه و ولی فقی و لاریجانیا رو اجماعاً دوخته به هم. انتقاد رئیس قوه قضاییه از گزارش حقوق بشری دبیرکل سازمان ملل متحد درباره ایران. آیت الله آملی لاریجانی در مراسم بزرگداشت 33مین سال تأسیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش بان کی مون را غیر دقیق و مبتنی بر اطلاعات غلط و ادعاهای عناصر ضد انقلاب خارجی خواند و گفت جای تعجب است که این ادعاهای بی اساس در سند رسمی سازمان ملل متحد گنجانده می شود. رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه در اوضاع کنونی هجمه‌های حقوق بشری عجیبی علیه قوه قضاییه و کل نظام وارد می شود افزود گزارش ارائه شده از سوی بان کی مون به مواردی اشاره داشته که در قانون ما آمده است و مصوب به مجلس منتخب ملت بوده و مبتنی بر شرع است. بیا برو بیرون ببینم بابا شیخ ابوالوحوش، مرتیکه دراکولا صاف وایساده میخواد 80 میلیونو شریک جرم جنایاتاش بکنه. ملت اگه دستشون به تو و اون ریش حنایت برسه خودتو شرعتو لوله میکنن. گفتن که در دولت نگفتن ممنوعه، گفتن که تعبیری که کار بردن گفتن که آندر رپرزنت شدن اونجا، یعنی اونجا آشکار نیستند، ظهور ندارند خانم ها در دولت. و همین هم دروغه. چطور رئیس جمهور آمریکا زن نیست؟ تا به حال زن نبوده. چطور خود همین دبیرکل سازمان ملل تا به حال زن نبوده؟ پس اینم آندر رپرزنت شدن در اونجا به قول آقایون. من عرضم این است که نحوه برخورد با قوه قضاییه، با دستگاه‌های حکومتی، اینم تحت عنوان حقوق بشر آوردن، هجمه‌های حقوق بشریشون واقعا غیر منصفانه است. فکر کردی اگه مثل اون داداش ندید بدیدت 2 کلمه انگلیسی بلغور کنی حقوق بشری میشی؟ آخه تو رو چه به این شکرخوریای اضافی، جای این فیگورا عمامتو بکش پایین‌تر که جای کپگرگی حقوق بشر رو پیشونیت معلوم نشه. رفقا خلاصه سرتونو درد نیارم، اصل مطلب اینه که این داستان حقوق بشر اساسی داره عظما و شرکا رو میسوزونه. طبق معمول هم علت سوختگی روشنه و هم محلش. احمد شهید مدعی شده که برای تهیه این گزارش با 118 نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه کرده است، اما هیچگاه به نام و گرایش‌های سیاسی افرادی که منبع ارائه چنین گزارش‌هایی هستند اشاره نمی‌کند. خوراک گزارش‌های احمد شهید را همواره گروه‌های مخالف، دشمن و ضد نظام مانند گروهک تروریستی منافقین که در تمام دنیا در لیست تروریست‌ها قرار دارند برای او تهیه می‌کنند و احمد شهید در گزارش‌های خود از آنان به عنوان مدافعان حقوق بشر دفاع می‌کند. تمام افرادی که به جرم تروریسم در ایران دستگیر یا مجازات شدند، اونها رو به عنوان مدافعان حقوق بشر عنوان کرده. خب این که پیگرد قانونی داره، یعنی در مطابق مصوبات سازمان ملل هیچ نهادی نمیتونه از تروریسم دفاع کنه. همه تروریستن؟ باز بدون هماهنگی فک زدی؟ آخه حویج فرنگی، نمیگی همزمان با همین جفنگیات تو اون بوزقلمون عمامه‌دار داره توی یه کانال دیگه یه حرف دیگه میزنه؟ نمیگی موشکاف اینجا نشسته در حال رصد کردنه؟ اینها هم مطالبات مردم، هم وعده هایی که دولت به مردم داده. مشکل جوانها مشکل جدی است، مشکل بیکاری، مشکل جانکاه است و بسیاری از مشکلاتی که بعد جزایی پیدا میکنه و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی رو گرفتار میکنه منشأش بیکاری و فقر است و این رسالت اولیه دولته. ملاحظه میکنی اون واسه خوراک خارجی ها میگه اینایی که میگیریم و میزنیم و میکشیم تروریستن، این یکی واسه جفتک زدن به رقبا میگه مشکل بیکاری و فقره. اما حالا از این دو دوز بازی های آخوندا که بگذریم،
میرسیم به سوال اصلی موشکاف. آقا آخوندا که تو این سالا این همه واسه خاطر نقض حقوق بشر محکوم شدن، مگه نشدن؟ اما چی شده که الان اینطور عنان از کف دادن و کف کردن؟ جوابو از ممساد جانیا بشنوید. بسیاری از حجم حقوق بشری در مقام اجرا نیست، حجمه بنیان فکری است. حجمه بنیان فکری است، یعنی حجمه به بنیانهای فکری و اعتقادی یک ملته. آها، که اینطور. پس ضربه به جای حساس خورده ها؟ یعنی بنیانهای ولایت داره لغلغ میزنه نه؟ آره دیگه، یه ولی فقیه و یه پول نفت و یه عمق استراتژیک و یه بگیر و ببند. پول نفتشون که تو تحریما داره به فنا میره، عمق استراتژیکشون هم که ترکیده، فقط بگیر و ببند و بالا کشیدن حقوق بشر مونده که اگه اینم از دست بدن دیگه فینیش، یعنی گیم اوور. موشکاف